خدایا مراقبش باش. کاش زودتر حالش خوب بشه. ببخشید، حال مریضمون زحل همونی که تصادف کرده بود چطوره؟ چند لحظه بعد دکتر میاد، میتونین بپرسین. چرا هیچ کس بهم چیزی نمیگه؟ ببخشید، حال مریضمون زحل همونی که تصادف کرده بود چطوره؟ چند دقیقه بعد دکترش میاد، ازش بپرسین. خاله، آبجی زحل حالش خوبه؟ اتفاقی که نیفتاده نه؟ خوبه یوسف جون، نگران نباشه و گریم نکن، باشه خوب میشه. معذرت میخوام خاله. راستش من از تو معذرت میخوام. نباید دستتو ول میکردم، نباید حتی واسه یه لحظه ازت چشم بر میداشتم. اگه تو تصادف میکردی من چی کار میکردم؟ عمو جون، آتیش باره. تو حالت خوبه؟ خوبی؟ بذار ببینمت. من خوبم، اما آبجی زحل اصلا حالش خوب نیست. تعریف کن، چطور این اتفاق افتاد؟ ما داشتیم میرفتیم، بعدش وایسادم که یه چیز از تو کیفم در بیارم. بعدش دیدم یوسف رفت وسط خیابون، نزدیک بود تصادف کنه که زحل. خب پس زحل کجا بود؟ شما هم دیده بودینش؟ نمیدونم، یهویی یوسف رو نجات داد، اما خودش تصادف کرد. ماشین زد بهش. عجیبه. خانم دکتر، بفرمایید. حال مریضمون چطوره؟ حالش خوبه؟ خوب میشه؟ حالش خوب نیست. یه پاش تو تصادفی که کرده شکسته، احتمال خونریزی داخلی وجود داره، باید عمل بشه همین الان. یعنی چی؟ یعنی یه عمل خیلی مهمی پیش رو داره، امکان داره حتی جونشو از دست بده. فقط بهتون گفتم که شما بدونین. بله بدور. حالا آبجی زحل خوب میشه عمو جون؟ خدایا بهش کمک کن.